بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اینک ما درسای خود را به عون الله سبحانه و تعالی دوام میدهیم از کتاب الاربعون النوویه للامام النووی. ما از این رساله یا که گویم از این کتاب حدیث‌هایی را که امام نووی یحیی بن شرف النووی رحمه الله تعالی جمع آورده بود، از حدیث 1 تا به حدیث یعنی 42 گذشته تمام کردیم و از حدیث 43 تا گفتیم حدیث 50. این حدیث ها را امام حافظ ابن رجب الله رحمتش کند جمع آورده است. درس امروزی ما تحت حدیث 45 می باشد ان شاء الله. امام حافظ ابن رجب الله رحمتش کند می فرماید که الحديث الخامس والأربعون، یعنی حدیث 45 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، قال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، خرجه البخاري ومسلم. خب یعنی حدیث 45 گفتم از جابر ابن عبدالله رضی الله عنهما روایت میکنند که این کس از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شنیده است که در سال فتح، سالی که فتح پیروزی شد و هو بمکه، در مکه بود، و هو یقول میگفت، یعنی روزی که مکه را از دست مشرک ها فتح کردن، فتح اسلام کردن، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در مکه بوده همین سخن را گفت ان الله و رسوله حرم بیع الخمر والمیتة والخنزیر والاصنام. هر آینه الله و پیغمبر او فروختن خمر، یعنی که عرق بیم به تعبیر امروزه، هر چیزی مدهوش کننده را حرام گردانید، چیزش را بیع یعنی سودایش را، والمیتة و سودای میته گفته خود مرده را میگویند، والخنزیر و یعنی که خوک، والاصنام و بتها. خب فهمیدید؟ فقیل یا رسول الله، بس پیغمبر صلی الله علیه وسلم را سوال کرده، گفتند ای پیغمبر الله ارأیت شحوم المیتة فإنه یطلی بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، یعنی تو چی میفرمایی درباره یعنی که روغن خود مرده، یعنی که اون حیوانی که مثال گیریم به ذبح رسیدگی نیست، حرام مردگی است، درباره روغن ویها چی میفرمایی که به همون روغن ها کشتی ها را چی کرده میشه و چرب کرده میشه، یعنی آب کرده و در تخته های همون کشتی میمالند تا اینکه مثال گیریم چی آب داخل نشود و یا که مثال نپوسد و هاکذا. و یدهن بها الجلود و پوست ها را به همین روغن ها چرب میکنند، یعنی مقصد برای خوردنی نه و برای خاطری استفاده بردن، مثال در چی در کشتی ها و
و برای خاطر چرب کردن مالیدن یعنی که پوست ها و یستصبح بها الناس و مردم از ویها چه طلبی روشنایی میکنن، یعنی که به مانند شمع استفاده شو میبرن. شمع هست شمع. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت که لا هو حرام، گفت نه نمیشود و حرام است. گفت ثم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عند ذلك، بعد از آن رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت در وقتی همین سخنه که گفتن، یعنی که مثلا وای روغن آب که کردی دیگر میشد که هم خلاصه، یعنی که هم گفتم روغنی دنبره میگم اساسا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اون حین گفت الله یهود را به قتل رساند، الله یهودها را به قتل رساند. الله سبحانه و تعالی همین شحوم، یعنی که روغنهای گویم چیزها را، حیوانها را برایشون حرام گردانید و یا چیکار کردن؟ آراسته کردن و زینت دادن و یعنی رنگ و بار کردن و گویم آبش کردن و بعد چیکار کردن؟ باعوه، فروختنش. فاکلوا ثمنه، خودش که نخورده باشن هم چیکار کردن؟ پولش خوردن. حدیث بخاری مسلم روایت کردن. خلاصه ابن رجب الله رحمتش کنه گفته است که بعد از ذکر کردن همین حدیث ها، خلاصی همین حدیث ها، همین حدیث هایی که ذکر شده میگود چرا که الله سبحانه و تعالی از وی فایده بردن حرام گردانیدگی هست، فروختنش هم حرام هست، خوردنی چی پولش هم حرام هست. فهمیدید چیزی که الله سبحانه و تعالی یعنی اجازه نبخشیده است که حتی فایده بری فروختنی وی هم حرام است و خوردنی پولش هم، یعنی که پولی وی استفاده کردن و دیگر چیزها مواد خرید خوردن هم. برای همین در اساس این بارک الله فیکم این علما متفق هستند تلویزیون حرام است. بعضی برادران میگن که من گیتار خریدم در دوره جاهلیت، یا که رباب خریدم، یا که دایره نگی یا نقاره خریدم، یا که تلویزیون خریدم میگوید یا که پیانینا، چیزایی که نوازشون میخواد. خب ما اینو چیکارش کنم؟ یگانه راه یعنی که به طریق شرعی گویی شریعت فقط میگه یک تبر میگیری و مایدهش میکنیم، فقط اکران احتیاط میکنیم که نکفاد یک اونجا مایل نشد دیگه، مایده میکنی. حتی هدیه دادن هم برای کافر نمیشود، برای یک کافر، حالا اون مسلمانی عاصی اون طرف هستند، برای کافر هدیه دادن هم نمیشه تلویزیون. گرچند که قیمت و گرانبها باشد هیچ گم نداره. یک بار یعنی که چشمت سخت میپوشی و از بهری چند صد دلار که تلویزیون نو خریدی برآمده چشم پوشیده، یک بار مایده کنی دیگه چشمت همین خیلی کشاده میشود که دیگه در عمرت تا چند اولادت اگر یعنی که انگار ماند دیگر تا یعنی که چند اولادت این یک تاریخا میموند که پدر من یا که بابای من میگونه بیراد که یک تلویزیون چنان قیمت بهای باشه که به خاطر الله سبحانه و تعالی زده او را مایده کرد، نظر به گرانبهایش نکردن. چون که حدیث در دیگه حدیث آمده که کسی به خاطر الله یک حرام ترک کند، نظر به اون یعنی که ارزش او نکرده، الله سبحانه و تعالی به عوض وی از وی بهتر و خوبتر و زیباترش عطا میبخشد. بنابراین بارک الله فیکم به دلیل نگفتی شده از این شیخ ابن رجب که این حدیثات دلالت میکنن که چرا که الله سبحانه و تعالی استفاده بردنش حرام مقرر کرده است، فروختنی وی هم حرام است، پولی وی چیکار کردن یعنی که خوردن هم حرام بوده است. نکتفی. صلی اللهم سلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.